меҳмони имрӯзаи мо Хуршед Қаҳоров, варзигари тоҷик. Бародар, хуш омадӣ ба шабакаи мо. Салому алейкум. Раҳмат, саломат бош. Хуршед бародар, мехостум суҳбата ҳаёти шахсии шумо сар кунам, яъне санаи таваллуд, ҷои истиқомат. Санаи таваллуд 20 феврал 92, таваллуди 92. Дар Ванҷ таваллуд шудем. Ин ҳозир зиндагӣ мекунем дар Олмон. Якум қадамҳои хеле дар варзиш бародар, соли чанд буд, чӣ сабаб шуд ки мисол ба варзиш машғул шудӣ? Варзиш мо ҳамун майдаи дар хона хел бигум, хай варзиши асосӣ дар ҳамин Олмон сар кардем. Дар хонаам кам-кам машқ мекардем, хай онҷа зал пал нест дар ҷои мо. ҳамун кино-пиноро нигаҳ мекардем. ҳамунро хулоса ҳавасманд мекардем, ҳамун кинои вандам пандам ҳамунро нигаҳ мекардем, мехостем ки ҳамунро мисли ҳамунро бизанем, не ҷанг. хала фикр мезад ки ҳамино ҳасосим ба фикрам. хай оста намедонам, ҳамин синфҳои 5-6 будем, кай будем ки баъдтар буд. баъд видеои чӣ омад, кассетаи Фёдор Емельяненко. بعد میگه گاری واقعی معقول نشد، گفتیم چه خیلی ممکنه واندن که کنه خوب میاد. نو خیلی فکر میکردم حساسی دستانه صدا و پداشونم. بعد اون جنگمون هم میداختم بعضی وقت اون توی بعد وقتی که مشت میزدم وقتی اون صدا هم میکردم و دهانم که صداش برایه. وقتی که اون کودکان جنگ میدازن کودک توی. بعد میگه یک بار جنگ کرده هم دام توی یکی گشت مردم خانیده استن. میگم چه خانیده من جزاده استم جنگ کرده استم. بعد که اهمیت میدم باز نشون بزنم و دهانم میگم اما خیلی بعد خیلی بسش کردیم اومدیم در مسکو در روسیه اومدیم اونجا رفتیم جودو. در زال جودو خیلی مشق کردیم یکون 6 ماه اونجا. بعد بازم خیلی استوب شرایط نیست ده، شرایط خینه به آدم مهاجر در روسیه. بعد اونجا نشد دیگه. خیلی رزولتات بود، در 3 ماه مشق کردیم، رزولتات خوب بود نه که 6 ماه. بعد پرتوفتیمش، بعد اونجا باز در کافه هم زندگی کاروبار و زندگی و خینه ده اونجا سخته به آدم مهاجر. بعد همین خیلی گفتیم کاروچی میرم. اینه همون باز اونجا چیو میشد کو؟ یک کانال برآمده بود بایسولسکی کلوب. بایسولسکی کلوب ماشین و جام روسیه. بعد اونجا بوی بیسپرایل نگاه میکردیم اونجا میگفتیم اینجا چخیلی زده استن اونجا تایپ آبن همدیگه را کنار بگی اونجا بزنه یکون. خیلی بچه‌ها میگفت نه اینجا خورده شکم سیر میگفت بزنه میگفتیم خیلی میگفت من اگر برم من نشون بدم که چخیلی آدم باید جنگ کنه. میگفت شکم اینجا سیر غلیده نگاه می‌بینی یارو میگه که نه خیلی بزنی نه خیلی بزنی. خیلی همین خیلی اومدیم گرمانیا در گرمانیا که همینجا کوفتکوب کردم یک زال یافتم در این نزدیکی. خیلی در اینجا هم قیم بود که بیسون کاروچی آسون نیست مشکل در گرمانیا. روز یکم رفتم اونجا همون زال هم تریر بدارم کرد گفت که برای گفتم نمیسی گپ نمیزنی تو دست خوبه. خیلی خارم که رفتم خونه یک 3 ماه همونجا شدم همین زبان خوندن گرفتم نگفتم من روزی بعد 3 ماه رفتم که هم ترینر همونجا نبود رفتم گفتم که من هم میخوام مشق کنم خیلی زبان یاد گرفتم نه کم گفتم مجبور که بیاد دروپ همین پاپرو بود کنی رفتیم ترینر اومد همون زالی دارم که نفرش پرید من اینجا برو ورداد نیچکلی اینجا خیلی 3 ماه مشق کردم همونجا بوی لوبی تلسکی میشه گفتم بویا بطیه گفتم بوی بزنیم لوبی تلسکی میگه تو دیوانه تو 3 ماه مشق کرده گفتم بیا اون 3 ماه مشق کرده میزنیم خیلی چی را داد که من زدم یکی دید که میتونه بوزنی میتونه نه تجربه خیلی مردم تجربه نه پست میتونی جنگ خیلی بگم بعضی آدم جنگ کرده میتونه در همون اینستینکت که هست همون چیز بعد اون را کفام زدم این بار اون بار خیلی بوز در رفتن گرفتیم بعد بوی یکم همون پروفی بوی زدم نه پرستانای این خیلی بکن گفتم نه من اینجا این بوی رو برای چی میزنم برای که خدمت نشون بودیم خراکتر من نشون بودیم ما کی هستم چی هستم من اینجا نمیرم که بایترم معقول شدم باید کسی گرفتم معقول شدم
راست میگه دستاتای خیلی که دستاتای خیلی که گفتم خوب هم چیزی تی گفتی همین دام درون درمان تمام کاری خدمت نقشه می نبود که پروفسیونال باید شویم چی کنیم نه گفتم پروست میدرم اونجا همون چی خدمت میگیرم خدمت میسنجم او نسل اجداد کنیم همون بوی زدیم خیلی خیلی خلاصه بوی معقول شد به هم برای کروش خیلی قفون زد این بار اون بار بیایم بار بزن اون بار بزن بعد همین خیلی دوامش دادیم بوی زنی را یک بوی دو بوی اون خیلی رفتن گرفت یعنی که پروفسیونال کاریرم در همونجا سر کردین در همینجا یا محربا نشان دادن که معقول شید دیگه هم خیلی رفتن گرفت همین خیلی رفتن گرفت نه پروفسور گفتم یک بار بوی بزنم بگم که همین خیلی باید با ما جنگ کنن نه اتکریت نه کاروش نشون بدیم که خیلی زن در کار میسه بعد همین خیلی دوامش دادیم گانده حضور بوده حوال من اخی یکم در همین زندگی هم خیلی مشق کرده اگه نه شبو خواه بر همه بدن درد کنمی بعدش شبو همین شتم میزدم نه شتم زن بوک زن خوب میخیستم میگفتم چو کردستم بعد وسوته بدن مودت کرد خیلی من یکم را زندگی نداویه باشه نه خیلی مشق دویدن اما حوالایی که میدویدیم همین این بردیرو راست کو خمیدن میتونن پوچکو درد پولنی کاروچه همین خیلی بدن عادت کرد و دیگر شده خیلی هزار کشیم که همین چی رسیدیم بدن اون گفتی پوچ کردیم چی میگم آمخته عادت کرد بدن بهترین بدن ما استاتستیکا را نگاه کردم رکورد 5-0 4 تا غلبه نکاوت انا وقتی جنگ میبروی نقشه نکاوت کردن یا که چه جنگ میشه هموخه نه یکم بوی که میبرمد من بوی لوبی تلیسکی رام پاشتی یک نمیدونم یک در 12 دقیقه به تشنبوی دادن پاشتی همه‌گشون نکاوت زدگیم قریبی 90% چه من میرم نکاوت بزنم نه وقتی میرم میگم بزنم سر شکوف شو کاروچی بعد بوی یکم همین خیلی بوی دیم قطعی سیاپوس چی بوده ورزیگر خوب آب داشت بعد همینجا پلان مزدم گفتم فقط مشق بینم دیخانی من باید 5 راوند گفتم امروز من پروفسیونال دیم بوی های بوی یکم مزدم همین مکم سوختن زدنه دیخانی نی خیلی بیتیلیست که من برای پروفسیونال همینجا پولنی همون انرژی همون زال و بعد بوی دیم گفتم من بوی دیم باید پروفسیونال باشم پروفسیونال باید که شالپار نشه در وقت 3 راوند پولنی که تو باش 3 راوند باید که بی پرابلم بزنی بعد همونجا دویدن گرفتم 10 کیلومتر 12 کیلومتر 15 کیلومتر بعد ماش هر روز ماش پولنی دیخانی پولنی سوز بده کاروچی وقتی دارم درآمد 3 راوند خوب جنگ کردیم اونجا نرفتم نکاوت بزنی بعد بوی اونجا قرار دوباره جنگ چی شد غلبه گرفت خیلی هر همه راوند رو بریدم و نگی خیلی بول معطل نشی بخد ما خیلی 3 راوند زدم اونجا اوورنس پایداشت که من 3 راوند سپاکونی زدم میتونم مگه خیلی نه که به هر وقت یا خطا سنجیدیم مثل که 3 راوند چخه حس میکنی همین خیلی سنجیدیم بعد بوی بگفتم تمام خیلی جدت مینم و در میزنم پروستا من نکاوتیر شودار دارم نه خیلی هم مشق معلومه و همون نکاوتیر شودار هر کس نیست همون درست بعد همون جدت مینم و در خیلی میزنم چه خیلی شد که شما قطعی یکی از ترینرهای مشهور جهان جان کمان قطعی شناسیدین کاروچی حوال این بوی ما چخیل میدادیم یوتیوب فقط نگاه میکردم پریامور بله و همه از داشته پشته میدادم در اون زال کاروچی وای میکردیم استفاده میکردیم حتی اون بچه ها خیلی اونا یکم چیز نمیتونن رنگی همون میشوک خیلی غلیدگی چی پریام میدنی کار میکنن
خیر رفتیم در اینجا خیر یک روز فکر کردم گفتم خیر بوی پنجم زدم خیر ترینر گفتم که خیر ترینرم ویری نبود که من بوی پنجم میبرم که سپیرنی که چی بود نه سریوز نه هریست بعد همین خیلی سامنی بعد من گفتم نه من میزنم گرو چی بودم خیر گفتم ویری نی من 100% که من میزنم میگه اینی